یلدای قشنگم، دیشب با وجود اینکه دل کندن از این عاشقانه ها برایم خیلی سخت بود، بعد از بارها دوره کردنشان نشستم و خاطراتمان را حذف کردم. یک وقتی پیش خودت فکر نکنی این رابطه تمام شده است، یا پیش خودت نگویی که لحظه هایی که با هم بودیم برایت بی ارزش شده است. نه جانم، من فقط بهترین تصمیم را برای این همه خاطرات عاشقانه گرفتم. پیش خودم گفتم اگر خودم تا زمانی که زنده هستم این نوشته های سرشار از عشق را حذف نکنم، معلوم نیست بعد از نبودنمان چه بر سرشان می آید. من فقط می ترسیدم اگر این عاشقانه ها بعد از ما باقی بماند، سینه به سینه، دهان به دهان، اثراتش در تمام دنیا پخش شود و آن وقت است که انگار یک بمب هسته‌ای را در زمین منفجر کرده باشند. از آن به بعد همه عاشق می شوند و من تمام ترسم از این است بعد از آن تمام عاشقان نام تو را تکرار کنند.